شما به عنوان یه خانم 63 ساله زیادی به خودتون میرسین. ببخشید 64. تیپو ببین، رنگو ببین، مو رو ببین. تا زندگی باید زندگی کنی. به خودتون برسید. آدمی که به خودش نمیرسه یعنی ناامید از زندگی. ببین یکی هست همین میگه هست، همیشه همین بوده، یعنی تو اوج عنفوان جوانیش همین شکلی بوده، الانم هم. اینو نمیگم، ولی تویی که جینگول مستان میکردی میرفتی بیرون تیپ میزدی دلبری میکردی، الان دیگه دست از دلبری برداشتی، الان دیگه دست از تیپ زدن برداشتی، به این اسپی دیگه از ما گذشته است، تو مرده ای. ادای زنده ها رو در میاری. نباید قید بشه تو موهات رنگ کنی. اگه فکر میکنی رنگ به موهات بذاری زیباتری. نباید عیب بشه تو لباس نو بخری اگر فکر میکنی یا میتونی لباس نو یا خوب بخری.